بسم الله الرحمن الرحیم. آیا تشرف افراد به خدمت امام غائب امکان پذیر است یا این داستانها سبب انحراف فکری و عقیدتی می‌گردد؟ عرض کنم که تشرف افراد به خدمت امام زمان چه بسا میسر باشه، منتها شرایطی معمولاً داره. شرط اولش این که کسی که به خدمت امام زمان میرسه نمیتونه ادعای هیچ پیامی از طرف امام بکنه. در روایات ما داریم المدعی کذاب. هر کس ادعا بکنه که از طرف امام عصر پیامی داره برای مردم، هر کس ادعا بکنه وکالتی داره، اینا دروغگوان همه. بنابراین ما بین این ادعاهای تشرف باید یک فرقی قائل بشیم. اون کسانی که ادعا میکنن امام پیامی داده به اونها برای دیگران یا امام وکالتی داده بود، اینا همه دروغگوان. طبق روایت همه دروغگوان. ما قبول نمی کنیم حرفشون رو. یعنی ما طبق حجت این روایت میگیم آقا شما دروغ میگید، ما حرفتون رو قبول نمی کنیم. اون تشرف هایی که در داستان ها و کتاب های تاریخی ما آمده بیشتر به این صورته که افراد بعد از این که خدمت حالا یا امام یا یک فردی که تصور کردند امام، یک فردی که حالات معنوی داشته، حالات خارق العاده داشته، رسیدن، بعد از این که جدا شدن به خودشون گفتن این حتما امام زمان بود، من تشرف حاصل کردم به خدمت ایشان. خب این نوع تشرف ها البته برای خود فرد یک افتخاری است، ولی دردی رو نه از خود اون فرد دوام میکنه نه از کس دیگه. البته اینکه انسان با امام همنشین بشه، هم صحبت بشه، این خیلی خوبه. منتها ما ثقل اکبر رو داریم، با قرآن هم میتونیم همنشین بشیم و هم صحبت بشیم. همنشینی و هم صحبتی همین که مثلا ابو سفیان هم با پیغمبر هم صحبت شده بود، چه فایده‌ای داشت برای او؟ یا مثلا خیلی از کسانی که امیرالمومنین رو قبول نداشتن بعدم بهش خیانت کردن، با امیرالمومنین هم صحبت بودن، فامیل بودن، قوم و خویش بودن. خب اینها که فایده ای نداشت. این که ما دنبال این تشرف ها باشیم، اینا من نمیخوام بگم که این نوع دومش، اون نوع اولش قطعاً غلطه و هیچ هم ما قبول نمیکنیم. این نوع دومش نمیخوام بگم امکان پذیر نیست، ولی میخوام عرض کنم که فایده ای برش مترتب نیست که ما بخوایم دنبال همچین چیزی باشیم. دست ما هم نیست اصلا، به هیچ عنوان دست ما نیست که کسی بتونه با مثلا ترفندهایی مشرف بشه به خدمت امام زمان. بهترین کار برای ما اینه که آماده بکنیم خودمون رو برای ظهور حضرت، چون وقتی ظاهر بشن دیگه اون وقت امری دارن، نهی دارن، دستوراتی دارن، اون رو عمل بکنیم. و وقتی ظاهر بشن، وقتی ظهور به وقوع بپیونده، اون وقت از ما مطالباتی دارند که اون مطالبات چه بسا با خیلی از باورهای فعلی ما جور در نیاد. برای همینه که افراد انکار میکنند امام رو، برای که میگن که ما تصورمون از امام این نبود. یهودی ها که سالها قرنها منتظر مسیح بودن، وقتی حضرت مسیح آمد اصلا تصورشون از مسیح، تصورشون از اون منجی آخر زمان این نبود که کسی باشه که هیچ قدرتی نداشته باشه، فقط دعوت به حق بود. از تصور نمی‌کردن همچین چیزی رو. خب انکار کردن و بعدم سعی کردن او رو مصلوب بکنن. ما هم بهترین کاری که میتونیم بکنیم اینه که خودمون رو آماده بکنیم که اگر امام ظهور کردند یک وقت قلب ما انکار نکنه. راهش هم اینه، چون که امام وقتی بیان به قول امیرالمومنین در نهج البلاغه یعطف الهوا علی الهدی اذا عطف الهدی علی الهوا و یعطف الرأی علی القرآن اذا عطف القرآن علی الرأی. رأی ها، آراء مردم رو همه رو به قرآن برمیگردونن، هواها و هوسها رو همه رو به هدایت برمیگردونن. ما الان خیلی وقتا هدایت رو با هوا و هوس خودمون توجیه میکنیم و تفسیر میکنیم، همه رو برمیگردن. خب ما اگر دلمون، ارزش هامون، داده های قلبی و ذهنیمون به قرآن نزدیک نباشه، با اون داده های قرآنی نزدیک نباشه، وقتی ایشون بیان از قرآن حرف بزنن قلب ما انکار میکنه. دست ما هم نیست، قلب انکار میکنه.
میدانید که لا اکراه فی الدین، قلب رو شما نمیدونید اکراه بکنید وقتی انکار بکنه. بهترین راه برای این که آماده بشیم اینه که خودمون رو هرچی میتونیم به مفاهیم عمیق قرآنی نزدیکتر بکنیم. وقتی این کار رو کردیم، وقتی ایشان آمدن و مفاهیم عمیق قرآنی رو مطرح کردند، مردم رو دعوت کردن، ما اولین کسانی هستیم که انشالله اجابت خواهیم کرد.